دوستان عزیز در زمین میبینیم در شهر سرافشان امروز 22 سپتامبر در باغ اکا عثمان من همین انگوروی کشمش سفیدی محلی رو کشمش که بدون میشه در حقیقت کشمش سفیدی بدون رو چیندم اینجا توپ کردن حاجی بابا سلام علیکم گوید که همین کشمش رو شما چیکار میکنید؟ کشمش سفید اساسی مون مایز میکنیم. همین باغوی مون اساس مایز تری کردیم. مایز به کشمش سفید کشمش سیاه کشمش سفید. اشکار کرده برای تیستر خوش کردنش اشکار میکنیم. اشکار درنش به سودا میگیم چی میگن؟ سودا کردیم همین میکافونیم اشکار میکنیم. اشکار این هر نموده شای خوش کردنش میکنیم. این هم تو افتاد اشکار نکردم هم تو پرتوی دیگر و مایزی اوشی میگید نامشه. خوزه که میبینید و مایزی اوبجوش میگید نامشه. و حالا که دیگه تو مایزی کالیفرنیا میگید. هر نموده کرد. همین از که چیده بیزه سویگیش میشن. همین سیخ چور نموده خوش کردن ممکنه میزه. رحمت شما اکن اشکارشون شون تیت کنیم. علاوه کرده یک روزمایلو پسرم لیبرهم. آها. کنی؟ کن اکمال عکس کنی؟ انا گوش کنید. علاوه موندید. غرس جوش سودا است. درونی او بچه است. واجی بابا. اشکار اسمی. هم تو زده چند سکوند بگ میگیرید نه یک؟ دو سه سکوند با. اوباش میرود. اوباتون جوشلی سوده اشکار داره نه؟ و چی با این اوب زرد شدگی؟ از چنگ همی انگور می؟ ناو میکنادیم اوبا. اوزی اوبا ایواز میکنه نه؟ کنی زنید. بسیار استرام رنگی میری سیاه میشه. همین اوب کفیدن گیرد نه؟ میکفه. انگور میکفه. انگور تنش میکفد. کفید میتنش ها؟ من چشم دیدم. اکن چشم خدی دیدم نمیشه ده میکروترشینه اینجا باشه. تاگ بعد چیکار میکنید؟ بعد اینا گرام بینیم اینجا. خیلی رفتیم گوجو چیکار کردید؟ گران رو بده. نفهمیدم. از قدیم الایام برای مایز خوش کردن مایزجوی میلان جوی مایز خوش میکردی جوی میلان من لویدگی کو وقتی اندوه میکنن. برای کی بصفات شدنش. این بلوی اندوه با. بولی اندوه با. شما بعد این مایز خوش کردن پس با شمال داده چنگش میگیرید. اینو توزیع میگم سیتکو اینو. یک هفته بمیشد. چند روز اکو بعدی که جوشوندید افتاد با بلوی اندوه دا سرفه کرده اینجا. اینجا سرفه کلان هم دوران عزیز اینجا یک سرفه کلان من اینجا یک سرفه کلان ساختگی بلندی بالای سرفه اندوه کردگی من چقدر که میبینیم با خاص و با که اندوه کردگی من سرفه ببینید از همین 1 متر بلندتر سرفه کردی بالای همین سرفه اندوه کردگی بعد از آب جوشوندن همینجا به تونک میکنید بعد از تونک کردن بعد از 2 روز رسو این روگردون میکنیم بعد از 2 روز روگردون میکنیم بعد از 3 روز 4 روز توپ کر میگیریم تو یک هفته به هوا شود یک هفته خوش کر میگیریم بعد این از چوبش چه جدا میکنید خودش چوب جدا میشه هم تو دیگه خوش میشه ونتیلاتور های میگه ونتیلاتور های سیت کا های همیشه شامو همین بلوی همینجا با همین حاضر مون یک بار خوش کر گرفتیم یک هفته شد جو نبود من امروز بازی کروسی اونجا خوش کشای اونجا بازی حسن خوش کش خوش کشای ولی تازه نکردی خوش کشای فرادی من امروز آلینگه کر خوش کردیم فرادی همینجا با 3 تن انگور حاضر خوش کردی بار مایز کر گرفتی 3 تن سفیده همین سیاه هم کرده شدید همین خیلی سیاه هم میکنن همین خیلی سیاه اشکار نمیکنن سیاه اشکار نمیکنن سیاه اشکار نمیکنن این اونجا می‌ریختیم کو اونجا بازه سیاه عموما آب جوش نمیزنن لیکن رگربا آب خنک میزنن یک اشکاری نو برام دیگه است رگربا من دیدم که گفتم خیلی آب جوش نمیکنه دوستان هم تو یک دورو های ایران نشون داد نامش نمیدونم همین اینجا گفتن نفتن همین آب خنک تو تار میکنیم اما شما میوبیم در ترسوزوده پر است همون گفتن که این روزی شد مون جوش نمیکنه شما سفیدش نه سیاهش شما من بگوید من اونجا شما بیفته روی میکنم هم تو زده میگیرید و آویزون کردن میگیرید شما رفتم اكو مویزی سفید نشون تیورش این مویزی نو خوش کردگی خوش پاتو داریم با کنی یک پارتو کنی توزه نکردگی نه این توزه نکردید تو میزنید منم چوب بشه میگیرید باید جان تو بود میکنید شمال با پاگورس که چوب جدو میشه از پاگورس وقتی این مویز چمپولی میرود بزرگ با این مویز بعد سولو وقتی که اكو باردش بولو من میگم اصلا اون این میگه که طریق رسی بیشتر میشه همین ها رسی بسیار کردگیشون میگیری کنیم اون خودی که سوستار خود داشتم دوزه پونزه میگه نمیدونم باردش بولو بعضی روز که من میگم بعضی از اون
این آب تو میگوری یخی نمیسر مثلا حاجی بو یک جهان تشکر برای اینقدر وای اخبار دادنتون اینفورماسیون رو راهی کار نشون دادید به جوان مردم و تاجیکستانی طرفی ولایت ختلان و شهروندان همشهری ما که یاد گیرن البته دام طرف نمیتونن یاد گیرسن در کار و شما یک جهان تشکر دستون در نمیاد خدا عمر دراز بده به شما مالش چه از کار گوشه بیتم خوب که جان برادرم عثمان جان که وای خوب